بیننده های عزیز، آیا مادران فراموش می شوند؟ آیا مادران به محبت بوده می توانند؟ هنگامی که مادران به سرای آخرت رخت سفر می بندد، مناسبات از بین می رود؟ هرگز. زیرا ما پارچه از وجود، روح و همچنان قلب ایشان هستیم. هرچند آنان فوت کرده باشد، اما باز هم در حالات دشوار و مشقتبار به امداد ما رسیده می توانند و به این ترتیب ما را زیر بال شفقت خود می گیرند. سلامت باشی دخترم. آتیلا، زود شو بچیم. هنوز تیار نشدی؟ مادر جان، همین نکتاییم خوب بسته کو. من خب اندازی تو خوبش کردن نمیتونم بچیم. اما وقتی که با دستای شما بسته شون شگون خوب داره. بگو کوسلیش ندارم. تو گفتی و من باور کردم. با خدا مادر جان، وقتی که شما بسته میکنین بهترین نمره رو میگیرم. ناخ نگفتن که بهش زیر پای مادران است. مادر جان، بشی بچیم صبحانه تا بخو. دعای خیر مادرت همیشه همراهت است. انشالله که نمری خوب میگیری. نواسه مقبولم. صبحانه تا بخو جانم. برای چای انداختیم. صبحانه را بخوریم و باز بریم. اول تو را به مکتب میرسانم، با سر کار میرم. در برگشت در یکی دو جای سر میزنم. از خاطر کارهای خیر؟ بله مادر جان، یک چند جای تثبیت کردیم. مواد کمکی را برشان میبرم. وضعیت دو خانواده بسیار خراب است. دیشب مواد خوراکی یک ماهیشان گرفته بودم. در داخل موتر ماندیم. خدا خیرت بده دخترم. خدا به مراد دل برساند. بیاز به مرادم رسیدیم. دیگه از خداوند چی میخوایم؟ اگه پدرم زنده می بود بازم ما را قدر درست می داشتین؟ بچیم، این چه قسم گپ است بچیم؟ جای فرزند جداست، جای شوهر جدا. خدا رحمتش کنه. چی بگویم مادر جان؟ من شما را نه تنها مثل یک مادر دوست دارم، بلکه از اینکه پدرم نیست و جای پدرم شما را بسیار دوست دارم. میبینی مادر؟ بچی مام گپای خوبه یاد داشته. چای تا بخو بریم که مکتب نه وقت میشه. وقتی رخصت شدی زیاد دیر نکنی. احتیاط که خوب بچیم. از سرکم وقتی تیر می شدی احتیاط کده تیر شو. خوب مادر جان، ما چت کنم از این طرفم. این کمای من خوکتید بیخی به حساب شده. چطور کنم؟ هر وقت که از شما جدا میشم فکر میکنم که شما را دیگه دیدن نمیتونم. بیبی بچیم، حال دیگه تو کلان شدی. برای خودت مرد شدی. باید به خودت حاکم باشی. از رفیقایت شرمت نمیایه؟ چرا شرمم بیایه؟ اگه اونم شما و مادر میداشتن همی کاره میکدن. بر علاوه ای شما هستین که امروی من رفتار طفلا نمیکنین. هر کس مادرش برش دوست داشتنی میباشه. حالا دیگه با طرف مکتب برو مش. این آرام بگیرین. سلامت باشین. من دیگه میرم. پناهتان به خدا. خدا خیرتان بده. زنده باشین. اشتکایتان به خوبی نوش جان کنن. یک چند وقت بعد باز بخیر میایم. شامتان بخیر. شام بخیر. بلی جانم. خلاص نشده. اگه شما گوش نشدین نانتان بخورین. تا که شما نیایین ما نان نمیخوره. منتظر میباشیم. ما یک جای دیگه میرم باز میایم. ببینیم چیزی رو که شما بسیار خوشدارین پخته کرده. اگه گفتین چی است؟ دلما پخته کرده. بله زود بیاین. خب مادر جان. خب جانم دستی میایم. بدون تو نان از گلون امتحان نمیشه مادر. درست است بچیم. قند مادر خود. انشالله که زود میایم. مرا بسیار خفه ساختی. اصل نیست مادرت است.
من اینجا چی کار هستم؟ بیبی جان من، خودتان میفهمین که شما را چقدر دوست دارم. آیا شما نبودین که مادر جانم به دنیا آوردین؟ امکان داره که شما را دوست نداشته باشم؟ مزاق کردم بچم، اما بازم من جای مادرت نمیگیرم. عجیب است به خدا، چرا رقم شد؟ شاید میخش برآمده باشه بچه. بله بیبی جان، درست نصب نشده و افتیده. من سوا برای شیشم اندازم. خوب شد که عکس چیزی نشده. چقدر خوبش آمدیم نه بیبی جان؟ سایکو الو. بله، خانه زلیخا بایجان است. بله. اوه خدای من، درست است. امیال دستی میایم. چی شده بیبی؟ مادرت بچه یک آدسی کوچک کده، از اون خاطر داشت فقانه. چی مادر؟ نه. هنوز دستیارت نشده بودم، حتی یک دسته گلام برات نگرفته بودم. حالا حقت چطور ادا کنم؟ با رفتن به مکتب ادا کو بچه، با شایسته بودنت با عنوان فرزندش نمیشه که خود به این شکل خراب و هلاک کنی. برش گفته بودم که زود بیاید. اگه من برش نمیگفتم زود بیا، مادرم نمیمرد. کلش از دستم است، کلش از دستم است. اگه این رقم گپ بزنی گناه بزرگی را مرتکب میشی بچه. ذاتی که زندگی میبخشه و جان میگیره خداوند است بچه. از دست تو چرا باشه بچه؟ هر انسان یک اجل داره، اجلم یک سبب میداشته باشه. هرچی که خواست خداوند باشه بچه. آیا میخوایی که مادرت در قبر راحت باشه بچگکه؟ پس اشکایت باید پاک کنی. بازو وقت مادرت راحت میباشه بچگکه. حالا بچه هوشیار و با عقلیم. تو هم برو درسایت بخوان بچیم. آفرین. وقتی مادرت ازت راضی باشه خداوندم ازت راضی می باشه. درست است. ما میرم سر صنفم.
برو بچه، تو برو سر صنف. مام امرای مدیر صاحب یک کم کار دارم. خب بچه؟ درسته. آفرین. دردتان احساس میکنم. میفهم که بسیار دشوار است. زندگی سرتان باشه صفیه خانم. دوستا زنده باشن. زلیخا خانم یک فرد الگو و یک خانم خوبی بود. آتیلا هم شایستگی مادرش داره و یک شاگرد زحمتکش ماست. صفیه خانم، میفهم که بعد از این با مشکلات مالی زیادی روبرو خواهد شدین. و ایران میفهمم که چرا زلیخا خانم یک اندوخته به جا نگذاشت. به خاطری که یک انسان نیک و خیرخواه بود. خدا رحمتش کنه. اما تو بود. آمین. حال شما دیگه هیچ نگران وضعیت مادی آتیلا نباشه. ما به عنوان اداره مکتب نهایت کوشش خودم میکنیم. ما با انسان‌های خیردوست زیادی صحبت کردم. برش بورس تحصیلی آماده. خدا خیرتان بده مدیر صاحب. خواهش میکنم. زلیخا خانم انسانی بود که بیشتر از اینا سر ما حق داره. ما ماش تقاعدی خود اوله میکنم بچیم. اگه ضرورت باشه امیال دست به کار میشم. اگه خدمتکاری پیدا شوه میکنم. از اینکه نواسیم هیچ گونه مشکلی را احساس نکنه. هرچی از دستم بیای انجام میتم. دستتان درد نبینه. همینجا میمانم. به خیر خوبی خرجش کنین. تشکر میکنم پری خانم. انشاءالله. مادر کلانم از خاطر ما حتی پاکاری هم میکنه مادر جان. و ایره از ما پت میکنه که ما نفهمم و جگرخون نشم. با نبودن شما هنوز هم عادت نکرده مادر جان. بخصوص دست و پا زدن مادر کلانم از خاطر ما چنان مرا رنج میده که فهمیدنش برایتان مشکل خواد بود. مادر جان، دلم برایتان بسیار تنگ شده. چرا مرا تنها ماندن؟ مادر جان، چرا در تلفن براتان گفتم که زود بیاین؟ اگر شما را عاجل نمیخواستم شاید آنیده پیشم میبودین. مادر کجا هستین؟ مادر اینجاستم. مادر 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 لطفا نرین، مرا تنها نمانین. مادر احساس شوین. مادر کجا میرین؟ مادر مرا تنها نمانین. مادر کجا میرین؟ مادر صبر کنین. مادر بچیم من اینجاستم. مادر مرا ببخشین. مادر من باعث مرگت شدم. مرا ببخش مادر. حقت ببخش مادر. لطفاً ببخشین مادر جان. مادر مرا ببخشین. یک چیز بگو. لطفاً مادر یک چیز بگوین که حقتان بخشیدین. لطفاً مادر. چرا جواب نمیتین مادر؟ جواب بتین خواهش میکنم. لطفاً جواب بتین. مادر
مادر لطفا جواب بده. حقتان رو ببخشید مادر. لطفا جواب بده. مادر! خیرت باشه بچم، چرا رق کردی؟ بازم این خواب دیدم بیبی. مادرم برای مقشه نبخشید. مادرم مقشه نبخشید. برش رسیدن نتونستم. چند سال است که میگم بچم، مادرها به اولادای خود حق خود حتما میبخشن. بس است دیگه، کمی به خود بیا بچم. من نمیتونم نبودن او را تحمل کنم بیبی. کاش که یک بار دیگه میتونستم او را ببینم. کاش که میتونستم یک بار دیگه به آغوش بگیرم. کاش که حقشه برام میبخشید. او وقت در دنیا هیچ غمی نداشتم. بچم بیبی که چی یافتیم؟ مادر جان، از دست من شد. اگه تو رو مجبور به عجله نمیکردم حالا در پیشم بودی. بله، من از مجله مناسبات شهری ایرول هستم. مراجعتان بررسی کردم. در هنگام ملاقات خودتان بسیار خوب نشان دادین که برای ما قناعت بخش بود. ما به افراد مثل شما ضرورت داریم. میخواستم بگویم که همیال کار شروع کردن میتونین. میشه که امروز بیاین؟ البته که میایم. تشکر میکنم آقای سان. با امید دیدار. خداحافظ. با اولین ماشم هرچی که بخوایی برات میخرم بیبی جان. این جگرخونیت دیگه از چی است؟ فکر میکنی چون در دانشگاه کامیاب نشدیم کارم پیدا کردن نمیتونم؟ مدیر صاحب گفت از که نخواستی بار دوش شوی پرچه امتحان خالی دادی. خیلی چی میکردم؟ خودت با ایستان سال وادار به کار میکردم؟ گرچه کارت اشتباه بود، اما از که قلبت پاک بود خداوند یک دروازه امید برایت باز کرد. من دیگه میرم بیبی جان. بخیر بری بچیم. ببینین بچه، بعضی گزارش‌ها را بیرون نویس کو و به شکل عیار بساز که مناسب خبر باش. در پایین هر عکس عنوانش فراموش نکنی. البته این کار برای فعلا است. در این شک ندارم که کمترین و موفقیت‌های خوبتره را به دست خواهد آوردی. انشالله محترم. زینب خانم عالمی آیا تو را امرایش معرفی میکنم. مدیر بخش شماست. این آمد. زینب خانم بفرمایین. ای آقا را در بخش شما گرفتیم. تازه و کار شروع میکنه. درست است. سلام، من زینب هستم. چی شد؟ از همکاری با من خوشتان نامد؟ نه، چی؟ هرگز. چرا تو فکر میکنی؟ نمیفهمم. از یک خانم هستم. بعضی دوستا و قدر خوش ندارن که با خانم هم کار شون. فکر کردم شما هم قسم هستین. بر من جای افتخار است که با شما کار میکنم. خوشحال هستم. مادر جان، از وقتی که شما را از دست دادیم این اولین بار است که اشتیاق علاقه زندگی برام پیدا شد. خانم که امراش کار میکنم او قدر به تو شباهت داره، او قدر شباهت داره که اصلا فکرش کردن نمیتونم. بعضی وقتا میگم که شاید خودت باشی، اما وقتی که خوب فکر میکنم هیچ کسی مثل تو شده نمیتونم. مادر جان، من به شما افتخار میکنم.